قیمت از $28000 آمریکایی با پلیت کابل. مرسدس بنز نو آمده مدلش 2016 قیمتش $25000 آمریکایی. لیلام خو شما میفهمین تنها حاجی صاحب سخا میکنه. شما میبینین بعض دوستا این کامنت میکنن که چرا قیمتش بالاست. آپشنایی کی است، مدل کی آمده، شما یک دفعه پرسان کنین در ژاپن قیمت های از چند است. قیمتش $4,500. این فول آپشن ترین لند کروزر ها در خانواده لند کروزر همین موتور است. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده عزیز و همراهان خوب چنل افغان تاک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم دارای صحت کامل باشین و لباس و عافیت بر تن داشته باشین. باز هم ما به ادامه برنامه خود آمدیم به یکی از موتورفروشی های شهر کابل واقع در پل سرخ شهر کابل. آمدیم تا به شما از قیمت موتورها، نوعیت موتورها گزارش داشته باشیم، ببینیم که کدام موتورها تازه به افغانستان وارد شده و قیمت ها چقدر است. تمام این موارد را در این برنامه تا آخرین دقایق شما بیننده باشین. بیننده عزیز، همراهان گرامی، ما به داخل موتورفروشی هستیم و میریم مسئول این موتورفروشی را پیدا میکنیم و صحبت های خود همراهشان می داشته باشیم و در مورد از این موتورهایی که هست بر ما و شما معلومات بده. السلام علیکم. خوب هستین؟ صدمن خیرتیست؟ بخیر هستین؟ صد دارین انشالله؟ خوب هستین لالا جان؟ صد دارین؟ بخیر هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ صد دارین انشالله؟ بخیر هستین؟ طرفان خیرتی است؟ موتورفروشی سیدزاده بابا. سلام به شما و سلام به بیننده عزیزتان. امید که خوب و خوش باشین. بخیر باشین. میشه اول یک معرفی از خود داشته باشین؟ شاهد علی خیل هستم، یک تن از کارکنان موتورفروشی سیدزاده و در خدمت همشهری عزیز. علی خیل صاحب سلامت باشین. ما امروز آمدیم با مردم افغانستان و همراهان چینل یوتیوب افغان تاک برای شما از قیمت موتورایی که اینجا هست معلومات داشته باشیم و کدام موتورایی که تازه وارد شده را شما برای ما معلومات بدید. بله، قسمی که شما شاید یعنی براتون معلوم باشه، موتورفروشی سیدزاده همیشه بهترین موتورها را به کابل و به افغانستان وارد میکنه و در خدمت همشهری عزیز قرار میده. انشالله که موتورهای نو رسیده 2024 و همچنان موتورهای لکسس آمده، موتورهای لند کروزر ال سی 300 است. انشالله همیشه براتون به معرفی خود کنم. سلامت باشین علی خیر صاحب. میبینم. بفرمایید. اول خو از این موتور براتون شروع کنم. این موتور الکس لکسس است 570 و دیگه شما میبینید اشترینگ از این راست است، یعنی ژاپن. داخلش خوب یک انتریر بیج انتریر میگن، داخلش سفید است لدر سیت، همچنان یخچال و ساندروف این هم آپشن ها رو در خود داره و رنگش هم سیاه القاسی است. داخلش هم میبینین. بیاین شما میتونید ببینید عزیز. خب ببینید شما تصاویر از داخل از این موتور هم داشته باشین. کلی نه حالا باش. شما میبینید داخلش برادر یکی خو این موتورها که آپشناش بلند می هم تلویزیون پشت سر داره و همچنان ساندروف داره، یخچال داره. این الکس 570 و بسیار سواری نرم و آرام داره. رنگ سیت داخلی از این اوریجینال است؟ بله، این اوریجینال است، از کمپانی چیزی که آمده همیست. خب قیمت از چقدر است؟ قیمت از $56000 آمریکایی. بله، موتور نوارد است، چلدگی افغانستان نداره، به ضمانت است. رنگ و تکرش به ضمانت. کسایی که بنده عزیزی که اگر بخواین خریداری بکنن تخفیف هم براشون باز بله ان شاء الله تخفیف داریم. آخرش براشون $55000 حساب میکنیم. بله. $1000 تخفیف. بله. خب این موتوری که با رنگ سفید است میشه مشخصات از ایران بگید. فعلا همه جایی مشهور هم شده و بسیار یک طرح و دیزاین مقبول شده. ال سی 300 است، لند کروزر 2000 مدل 2024 مدل سال و همچنان آپشن های خیلی بلند آمده، یخچال، ساندروف، وی ایکس آر توین توربو و داخلش هم شما میبینید با ظرافت بسیار عالی. رنگ داخل از این عملی خیلی صاحب اگر اشتباه نکنم جگری و سیاه هست. بله جگری خو اصلا جگری نمه در حساب ردواین مه و همچنان داخلش سیاه بسیار سی سیت است، فول آپشن.
ماشاءالله خیلی نمای داخلی مقبوله. ایره شما اگر در کامرام نشان بدین که شیتای کمپانی است، تا بالا کنده نشده. موتورهای مدل سال و صفر از این چیزا داره، یعنی پلاستیکا و همین شیتای کمپانی است. ایره میبینین اینجا همش در شیتای کمپانی است. سلامت باشه علی خیل صاحب. بیشتر کسایی که مشتری شما هستن یا پیش شما مراجعه میکنن از کدام مردم هستن، از کدام طبقه مردم هستن؟ خب از هر طبقه مردم پیش ما میایه. ما از هر نوع موتور داریم، یعنی مشتری ناراض از موتور فروشی سیدزاده نمیره. خب چند سال شد موتور فروشی سیدزاده؟ ما سال 2005 که موتور فروشی سیدزاده است، مرکزی ما در ولایت قندار است و در ولایت کابل که است تقریبا 4 سال میشه که افتتاح شده موتور فروشی سیدزاده نمایندگی کابل. سلامت باشه علی خیل صاحب. ما شما به بیرون میریم ان شاء الله. تایو جان هم تصاویری به بنده از ما می داشته باشه. موتورا را اگر یک تصاویر خاص میگیرن هم او را بگیرن ما شما بیرون. بنده عزیز و همراهان گرامی، ما همراه با علی خیل صاحب یکی از کارمندا یا کارکنای موتور فروشی سیدزاده به بیرون از دفتر موتور فروشی آمدیم و شما ماشاءالله میبینین که موتورهای خیلی زیاد اینجا هست. انواع و مدل‌های مختلف داره علی خیل صاحب که ان شاء الله کدام موتورها رو به بنده عزیز ما معرفی میگیرین؟ برادر محترم از برندهای مختلف جهان موتور داریم، مثلا از لکسس، تویوتا، همچنان دیگه موتورهای بی ام دبلیو، اودی، از همه کمپانی های مشهور جهان موتور داریم. اول براتون امیر تشریح میکنم که دو تا موتور اردوش نو آمده. یکی آرکس لکسس است 450 پولو جوره کمسایی است. آرکس لکسس 450 هایبرید فول آپشن، لیدر سیت داخل از یام بیج انتریر است و همچنان ساندروف داره، وایرلس چارجر، هایبرید. یعنی از لحاظ آپشن کمی و کاستی نداره. قیمت از $28,000 آمریکایی با پلیت کابل و همچنان پالویش که شما میبینین این موتور لکسس پارادو است. قیمت از $38,000 آمریکایی، 2015 مدلش است، یک نوارد مکتوب کابل. تقریبا یک روز میشه که رسیده به کابل. سلامت باشه علی خیل صاحب. من که به خاطر خرید موتور اینجا میام و بس شما موتور خریداری میکنم. یعنی یک موتوری که مثلا قیمت از 25,000 گفتن، درست؟ $28,000. باز یعنی چقدر گنجایش داره که شما تخفیف بدین؟ قسمی که همین مشتریای ما میدونه زیاتر چنه ما $500 و الا $600. زیاد از او چنه نداریم به خاطر که فایده زیاد نیست. بله. و همچنان در او برنامه دیگه با جویا صاحب محترم که داشتیم کراون 2020 آرس معرفی کرده بودیم که به فروش رسیده، بیانیه داده شده. این موتور سیاه شما میبینید خیلی بازار خب ولی خیلی صاحب چند فروختین؟ ایره تقریبا ما $18,500 فروختیم. بله $18,500 فروختیم. مدل از 2019 است آرس و همچنان ای فقط از آپشن یک کمبوتی داره که ساندروف نداره. خب ایره به کسی که موتور خرید کرده گفتین؟ بله ما چون همه مشتری‌ها که موتور خیلی چک میکنن بعد از او خریداری میکنن و همچنان یک موتور نو آمده شما میبینید. ما علی خیل صاحبی موتورهای مرسدس بنز خیلی علاقه دارم و خیلی یک شیپ مقبول داری رو میشه به من. بله واقعیت هم جوانای کابل مرسدس بنز زیاد خوش میکنه. فعلا که دست راسته زیاد آمده موتورهای کراون است و همچنان بازار دیگه که بعد از کراون است مرسدس بنز جای خود داره. مرسدس بنز نو آمده مدلش 2016 قیمتش $25,000 آمریکایی با پلیت کابل. 25,000. بله منفی 6 کابلش پلیت است و همچنان ای باز فول آپشن است. ساندروف داره، همچنان سیت گرم کنه، سیت سرد کن. یعنی از آپشن ای هم کمبودی و کاستی نداره. علی خیل صاحب بعض موتورایی که فعلا در اواخر لیلام رواج شده یک قسم این موتورایی که لیلام میشه خصوصا همی مرسدس بنز ها که خودت $25,000 میگی به قیمت خیلی پایین می. نظر در مورد لیلام موتورا چی است؟ برادر قسم براتون تذکر بودم که لیلام خو شما میفهمین تنها حاجی صاحب سخا میکنه، ما برشان احترام داریم، یعنی سنشان بزرگ است از ما کده. خب ما موتورا رو لیلام نمیکنیم به خاطر از اینکه این موتورای لیلام نیست. این موتورا همیشه اگر دست راستا هم است، اگر دست افغانستان نه، این همش در اکشن خریده میشه، یعنی قیمتشان در گوگل میشه معلوم شوه و مشتریای ما کسایی که میخره شاسی را میزنن در گوگل و همچنان از دست راسته ژاپن که جنسای دیگه بارکد داره. بله از دست راسته ژاپن که است. این همچنان سایت داره به نام تویودو، یک سایت است که یا از اکشن خریده میشه، همو عکسای اکشنش همه چیزایش می باشه. قیمتی که خرید شده، قیمتی که بعد از اون لود شده، پیسه که یعنی سر
لودینگ میش سر شیپمنت می او همش دو تذکر داده میشه. ما اینقدر فایده نمیکنیم که ما بگوییم که ما لیلام میکنیم و هر کس شیوه کارش فرق میکنه. بله سلامت باشه. علی خیل شب موتور بعدی رو میشه معرفی موتور بعدی بگیریم. که این دست راسته دست ژاپن است. این هم مدلش 2016 است. موتور بسیار نو است که نو آمده. فعلا تقریبا 2-3-4 روز میشه که این موتور آمده. بله. سلامت باشه. علی خیل این شب فول آپشن است. آپشنی که دایی دیدین باز یگان آپشن های دست راسته زیاد مهم، مثلا سانسور است، پروژکتور است که نمای کیلومتر شما میتونید در شیشه رنگ داخلش هم سیاه است. داخلش هم سیاه بلک اگزیکیوتیو میه و همچنان سندروف داره، مکمل چت از شیشه است. این موتور سفید که اینجا اسیر هم میشه به بنداز ما معرفی این همین روزا بسیار وایرال شده این موتور مارکس است. خیلی یک دیزاینه که مقبول داره. خیلی شبیه شما خودتان طراحی کردین یا قبلا مودیفای میشه؟ زیاتر این موتورها که است در خارج مودیفای میشه. یگان نوآوری ها که است در باز در خود افغانستان خود ما میکنیم. رنگ از این که است سفید است، همچنان چت از این کریستال کار شده، رنگ کریستالی است و همچنان شما میبینید موتور خوب با ظرافت و دیکور بسیار عالی شده. خیلی شب اگر باز باشه داخلش هم تصویر ما داشته باشیم. این دروازه ازی چون بلند میشه کامرامان تان میتونه ببینه. بله و همچنان شما میبینین که خیلی با ظرافت عالی کار شده. سلامت باشه. خیلی شد. پلیت کابل داره. قیمت ازی $11,500 آمریکایی است. $11,500. مدل 2014 است. خیلی از اماتان از این خیلی شد فروش داشتین یا نه؟ بله از این ما تقریبا یک دانه قبل هم فروش کرده بودیم. این موتوری دو موتور نو آمده. شما میبینید بعض دوستا این کامنت میکنن که چرا قیمتش بالاست. آپشن هایی کی است، مدل کی آمده، شما یک دفعه پرسان کنید در ژاپن قیمت های چند است. بعد از او حرفتان بجا خود بود و بعد از او قانونی است. قانونی. بله پلیت کابل داره و رنگ بسیار عالی دیش کار شده. کریستال که شیشه عقب است، چت است و همچنان بالاست. علی خیل شب من قسمی که پیشتر هم گفتم خیلی یک دیزاین مقبول داره و جوانایی که شوقی هستن یا علاقه دارن میتونن این موتور خریداری بکنن. این هم جوریش است. باز مدلش 2015 است. استیکر قندار است. ما خود در خیل شب طرف بریم که تصاویر بنداز ما داشته باشن. این موتور هم نوارد است. چلدگی افغانستانش با ضمانت است. قیمت از $11,700 است به خاطر از اینکه مدلش بلند است و همچنان دروازه از هم لامبوست بلند میشه دروازش. بله سلامت باشه. علی خیل شب قیمت از این گفتین چقدر؟ قیمت از $11,700 گفتین. دیگه موتورای لکسس است. این مارک هم نو آمده و این لنفلوزر هم نو آمده. موتورای زیاد هست و امی لکسس براتون معرفی میکنم که چون مردم زیاد خوش میکنه آیساره. بین از ببینیم مدل از 2016 است. پلیت کابل قانونی کابل است. -5 پلیتش است. 76,000 داخل از هم سرخ سیاه است. چتش مکمل سیاه است و سیتاش سرخ است که خیلی در بازار این آپشن خوش میکنن داخلش که سرخ باشه. و همچنان این موتور اف سپورت است، یعنی دو سپورت تکمه دو سپورت داره. سپورت پلاس. قیمت از $20,000 است. $20,000. بله جرامت داره. جرامت داره. لیلام نمیشه مگم جرامت داره. خیر طور است که موتورای بعض دوستا پیش ما میارن با خاطر فروش. اونا باز جداست. این موتور یک دوست ماست که آورده. ما زیادتر موتورهای نوارد کارش میکنیم. یک دوست ماست موتورش آورده میگه به فروش برای ما برسن. همچنان این کراون 2008 است. استیکر قندار موتور نوارد است. از لحاظ آپشن سندروف نداره. دیگه سید گرم کن و سرد کن و همچنان این همه چیز داره. و یک چیز دیگه که در این موتورها یعنی مردم زیاد خوش میکنه همین جمپنای از یا برقی میه. بالا قیمت از $6,400 است. $6,400. یعنی ما به هر با دلخواه مشتری ما موتور داریم. علی خیل صاحب در موتور فروشی سیدزاده قیمتی ترین موتورتان چند است و ارزان ترین موتور؟ قیمتی ترین موتور ما LC 300 2024 یعنی مدل سال است که -6 پلیت داره. مکتوب کابل. فعلا کار سرش جریان داره به خاطر پلیت کردنش و قیمت از او $1,45,000. و ارزان ترینش؟ ارزان ترینش در $3,500. همون میرای زرد بود که همون در اول استفاده کردیم. علی خیل صاحب موتورهای 2016
6 و 7 که فعلا در افغانستان به کاربرد زیاد داره، زیاد استفاده میشه. در مورد از اون موتور نظر خودت چی است؟ نظر ما است که او البته کمپانی تویوتا در سال 2006 و 2007 الا 2009 موتورایی که ساخته همش کامیاب بوده و همش دلخواه مردم افغان ما و شما است. به خاطر از اینکه افغانستان هم خامه داره و همچنان هموار و همچنان کو که در این موتورها در او خیلی کامیاب شده و ما از 2007 و 2006 و 2008 کرولا و فرونر نوارد هم داریم که برتان تشریف ان شاء الله میبینیم. بریم علی خیل صاحب پیش بریم دیگه موتور رو ان شاء الله میبینیم. علی خیل صاحب در مورد از این موتور میشه صحبت داشته باشه. قسمی که شما میبینین این فرونر 2021 است، مکتوب کابل نوارد چلدگی افغانستان از این هم به ضمانت است. قیمت از این 37000 دلار آمریکایی است و تپ نداره. تب نداره. این هم عین موتور فقط رنگش فرق میکنه. بله این رنگش فرق میکنه. این امروز رسیده صبح وقت تا بالا ما این قیمت گذاری نکردیم. خب قیمت گذاری نشد. این موتورایی که علی خیل صاحب به این قسمت است در زمان جمهوریت اکثر مقامات از استفاده میکرد. فعلا چطور است خرید میکنن؟ بعضی تجارا ازش استفاده میکنه. این موتور زری است 2010 منفی 5 قیمتش هم انشالله قیمت از بازار کده پایین است. قیمت از 26000 دلار آمریکایی 2010 لند کروزر زیری و همچنان پلیت منفی 5. علی خیل صاحب به تحولاتی که به 3 سال اخیر به وجود آمد سر قیمت از این موتور هم تاثیرات آورده؟ هیچ چطور نه بلکه سر تمام بازار تاثیراتش آمده. موتورایی که یک وقت 60000 بود حالا 30000 و 28000 پیدا میشه. این موتورات در دوران جمهوریت خیلی قیمت بود. موتور پیش میریم علی خیل صاحب پیش میریم. برادر موتورای دیگه هم داریم که همشهریا ببینه چون حالا بازار پایین است، یعنی فعلا بازار قدر بازار نیست که این موتورها زیاد فروخته شه. ما بازم خریدار خود داریم، مشتری خود داریم از هر لحاظ. همون موتورایی که علی خیل صاحب زیادتر خرید و فروش میشه زیادتر خرید و فروش میشه موتورای اکوا پریس مارککس کراون از یا فعلا بیخی زیاد فروش میشه. 2006 لند کروزرای 2010 12 از یا خیلی فروش میشه. میریم میبینیم. پیش پیش. علی خیل صاحب اکثریت موتورایی که در موتور فروشی سایز داده است به رنگ سیاه است. کدام ملت خاص هم داره؟ اینطور است که دیمند ما یعنی خواستار بازار رنگ سیاه زیاد است. مردمای کابل ما شما یکی خویز الحمدلله سرکا زیادترش پخته است، قیر است، از او خاطر موتورای سیاه کم و پاک می باشه و در ولایت مثلا قندار و هرات و نیمروز و فرا موتورای رنگ سفید به خاطر از این خوش میکنن که اوجه گرمی است و همچنان سرکا زیادترش خامه است. قنداری ها خو مکمل رنگ سفید خوش میکنن. این داخل هم که موتورای سفید دست راسته زیاد میه از خاطر از این که خوشدار رنگ سفید داخل هستن. سلامت باشه علی خیل صاحب. این موتورایی که هست این موتور پریس است 2011 استیکر کابل، قیمت از 6400 دلار آمریکایی است و همچنان با یک تخفیف ویژه 6000 دلار. 6000 بله 400 دلارش است. و علی خیل صاحب شما هم تخفیف دارین دیگه؟ فقط تخفیف ما این رقم است که ما براتون گفتم که ما تخفیف ما 500 دلار الا 600 دلار. بله چون چنه هم قدر خوب است که از زیاد باز چیز نمیکنه. این موتورای یک موتور که ارزان داریم فعلا که در تمام بازار جوره از این شاید خیلی قیمت باشه. این کورولاس 2007 پلیتش شما میبینین منفی 6 نو پلیت است. قیمت از 6800 دلار. ای به خاطر تخفیف برنامه شما قیمت 6000 است. سلامت باشین علی خیل صاحب. بنده عزیز موتوری که شما میبینین منفی 6 2000 چند گفتین علی خیل صاحب؟ 2007 است. 2007 است منفی 6 و همچنان سندروف رنگ بسیار عالی نیلی داره. قیمت از 6800 به خاطر برنامه شما 6500 دلار و مو لیلام نیست البته تخفیف. سلامت باش بخیر باشه علی خیل صاحب. میریم پیش و موتورای دیگه هم کس ان شاء الله بنده به شما با معرفی میگیریم. روز شما در روز آمدین که موتورای ما زیادترش نو رسیده از او خاطر قیمت گذاری نشده. مانند از رافور است، کورولا است، فیلدر است، سی 4 است. از این موتورها علی خیل صاحب در شهر بازار کم دیده میشه فکر بله این موتور مدلای بلند رافور است، تویوتا رافور
این مدل از 2022 است و دیگه دست راست است. یعنی فعلا این موتورها همش نو رسیده، تا بالا ما قیمت گذاری نکردیم. این خیلی شب منفی نداره. این دست راسته پلیت های موقت است، پلیتش نو است، بالا 28000 پلیت است. ولی خیلی شب میریم پیش و موتور دیگه رو میبینیم انشالله. یک از او رکسا که ما براتون پیشتر تذکر دادم برادر، دست افغانستانش هم ما داریم. یعنی مشتری اگر بخواد دست افغانستان باشه ما هم داریم. مدل از 2016 است، مکتوب کابل است. قیمت از این 41000 دلار آمریکایی است. بله، اما مدل دست راستیش یعنی مدلش هم بلند 2020 ما 25000 دلار پای میکنیم. فرق دست افغانستان دست پاکستان. این قیمتش 41000 دلار. 41000 دلار. موتور مدلش 2016 است، هایبرید است. مدلش 2016 فول آپشن، سیت گرم کن داره، سیت گرم سرد کن داره و همچنان ساندروف داره. 360 درجه کامرا. ماشاءالله خیلی یک شیپ مقبول هم داره. بله. علی خیر شب. بیام پلیتش گفتن مکتوب کابل است، یعنی پلیتش زیر کار. زیر کار است. بله. خب این موتور پولیک است. این موتور شما میبینین فیلتر 2014 است، پلیتش قندار است، نوارد و همچنان قیمت از 7600 که حالا فعلا بازار مردم فیلترهای هایبرید زیاد خوش میکنه و این باز دا آپشن هم بلند است، آپشنش WX20. علی خیلی شبیه موتورایی که اسناد موقت دارن یا پلیت موقت دارن برای زیاد آینده اسناد یا پلیت دائمی هم داده میشه. انشالله حکومت ما حتما تصمیم خود گرفت به خاطر از اینکه یک موتور نیست، دو موتور نیست، با هزارها موتور است. پلیت دست راستی کابل تقریبا در 57000 و 58000 رسیده. یعنی هنوز هم توزیع پلیت بند است، اگر توزیع پلیت باز شود زیاد میشه. او دیگه انشالله که دولت ما خود یک غم برش بخوره. سلامت باشه. خیلی شب موتورای فرونر که هست اونا رو هم یکی دو درش تشریح کنن. خوب خیلی شب همین موتورای 2006 7 در افغانستان خیلی کامیاب هم بوده. فکر کنم استقامت داره. پیشتر هم تذکر دادم که موتورای دلخواه افغانا مدلش 2006 و 7 تا 8 زیاد است، یعنی بازارش هم خوب است نسبت به دیگه موتورها. که این فرونر شما میبینین آپشنش لیمیتد، ساندروف دار و همچنان مدلش 2006 است. داخلش هم به رنگ فولادی لیدر سیت کمپانی است و همچنان مکتوب کابل، پلیتش زیر کار است. قیمت 16000 دلار. البته موتور براتون بگویم که تکر خارجی و داخلی نداره، موتور نوارد است، در رنگ کمپانی است. یعنی از تکرش ضمانت بله، میکنه. از تکرش به ضمانت است. بله. و بیا دیگه فقط رنگاش فرق میکنه موتور. و پالیش شما میبینین فرونر اسپورت 2007 است، منفی 6 پلیتش است. قیمت از 21000 دلار آمریکایی و رنگ سفید. 21000 دلار. میریم علی خیلی شب دیگه موتورا رو ان شاء الله میبینیم. و همچنان یگانه موتورایی که فعلا مردم زیاد خوش میکنه موتورای هایلکس، روکو و پایکاپ. این موتورا رو مردم زیاد خوش میکنه که الحمدلله موتور فروشی سایزاده از یا خیل داره و فروشاتش هم بسیار زیاد. علی خیلی شب همین موتورای هایلکس در حکومت گذشته اکثرا مقامات و بودیگاردای خود استفاده میکردند. نه، حال این موتورا را مردمای خانواده هم استفاده میکنه، تجارای ما شما هم استفاده میکنه. شوق موتورای هایلکس همیشه افغانا داشت و همچنان در ولایت‌های نیمروز و فرا از زیاد استفاده میشه. اینه که شما میبینین مدلش 2021 اشترینگش راسته است، نوارد. قیمت از این که 37000 دلار آمریکایی. علی خیلی شب همین شیپ از این هایلکس های شما با مو هایلکس هایی که در شهر بازار ما میبینیم خیلی تفاوت داره. به خاطر از اینکه این مدلش بلند است، مدلای پایین نیست. این مدلش 2021 است و همچنان دوستای افغانستان هم داریم. قیمت های از 37000 یعنی که فاقد اسناد کس قیمت های از 37000 شروع میشه. مکتوب دارش هم داریم، او هم قیمت 37000 50000 تا 52000 است. و همچنان یک دانه هایلکس زری هم داریم، مدل از 2012 است. به نظرم تا حالا قیمت گذاری نشده چون او امروز رسیده و این موتورها را که شما میبینین همش سال 2020 الی 21 است. بله خیلی صاحب، خرید و فروش موتورهای زری چه قسم است فعلا؟ فعلا خب ما براتون تذکر دادم که یک کم سلو است بازار لندکروزرهای زری. بله، چون حالا آرامی است الحمدلله. امنیت ما شما
کامل تکمیل است. از او خاطر موتورهای ساده لند کروزر از زیاد مردم خوش میکنن. نیازی به زیر نیست دیگه فعلا شون. دعای ما شما همی است که وطن ما شما آرام باشه، صلح سر تا سر داشته باشه. سلامت باشین. این موتور میشه به معرفی گیریم تا جان تصویر شده 2006 است. قیمت از این $4,500 امریکایی با استیکر کابل است. استیکر کابل فول آپشن خود گفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه تاپ نداره. تاپ نداره. قیمتش چقدر است؟ قیمتش $4,500. $4,500. مصرف تیل از یا بازار خیلی چه رقم؟ نسبت به چلاندن خود نفر است. یا 6 سلندر ما گفته میتونیم که ماشین از یا 6 سلندر است و در هم دو رقم میایه، یکی آیس 250 میایه و یکی هم آیس 350. 350 از یک است. در مصرف یک کم از 250 که فرق میکنه. در 100 کیلومتر ان شاء الله 8 لیتر الی 10 لیتر میخورن. 8 الی 10 لیتر. و این موتورای دیگه که سری خیلی شبیه رو میشه بگم. این موتور لکسس است. قیمت از $34,000 امریکایی. مدلش 2009 شیپش تغییر کرده به 2018. شما میبینید که مکمل شیپ هم از داخل خود تغییر نکرده، پشت سر و پیش روی مکمل شیپ تغییر است. علی خیل شه بازی موتورا را که اکثرا ما هموطنان عزیز ما را میبینیم که شیپ این موتورا رو تغییر میتن. چقدر باز همین تغییر دادن شیپ از هزینه $3,000 الی $2,000 مصرف. تنها شیپش $3,000. به خاطر که این هم شیپای چینایی و تایوانی است. اصلی از این خیلی قیمت است شیپاش. این شما این لند کروزر رو میبینین، این 2012 است، زره و همچنان فاقد اسناد است، یعنی کانتینری. قیمت از $26,000 امریکایی. $26,000. و این که از یکی از موتورهای دلخواه ما دست راسته است، زایتکس. این فول آپشن ترین لند کروزرها در خانواده لند کروزر همی موتور است. به خاطر از اینکه در دست راسته از 2009 هایت کنترل آمده، اما در دست افغانستان در بعضی هایشان در 2016 آمده، لیکن این از 2008 2009 هایت کنترل داره. قیمت از $54,000 امریکایی. مدلش 2019 است. پالت کابل. سلامت باش. علی خیل شه موتوری که فعلا خودت استفاده میکنی کدام؟ ما موتور آرکس استفاده میکنم. چون گفتی که ما به علاقه با این موتور زیاد دارم. علاقه ما با این موتورهای زایتکس زیاد است. البته لند کروزر خود دست افغانستان ما شما داریم، لیکن دست راسته زایتکس یکی از فول آپشن ترین موتورها میه. همین موتور خودتون گفتن که میره ایشون با بنداز ما بنفیت بگیره. 2019 است. آرکس لکسس است. داخلش سرخ و سیاه است و همچنان این باز فول آپشن است. به خاطر از داخلش باز است که اگر ببینید ما همین کلیش از شاگردا بخریم. درست است. بنده عزیز، یک موتور که فعلا علی خیل صاحب زیر پای خودش است و میبینید که یک شیپ خیلی مقبول هم داره و موتورهای مدل مختلف دیگه هم است که قیمت‌های خیلی خوب و همچنان تخفیف هم دارن. لیلام ندارن، جرامت دارن. میشه شما بین و باز موتور فروشی سیدزاده دیدن بکنین و موتور مورد علاقه تان خرید بکنین. اگر تا کلید از این موتور میرسه تا جان به شما بعض تصاویر میگیره، بیننده تصاویر باشه. بنده عزیز، کلید موتور زیر پای علی خیل صاحب هم رسید. انشالله تا جان تصاویر از داخل موتور می داشته باشه. حرف است که موتور فروش هیچ وقت موتور زیر پای نداره، یعنی با عمری نداره. یک ماه یک موتور می باشه، یک روز دیگه موتور می باشه. فعلا همی آرکس لکسس است و زیادتر که خوش دارم زایتکس دست پاکستان یا دست راسته ژاپن است و بعد از اون موتور کراون. این هم با فروش است یا نه علی خیل؟ حالا خب فعلا خب به خاطر از اینکه زیر پای ما با فروش نیست موتور که وقتی از موتور فروشی ما کشیدیم قیمت. اگر فروخته شه باز چند قیمت گذاری میکنه؟ $25,000. $25,000. یعنی فعلا یک موتور از $25,000 زیر پایتون است. خب دیگه شوق و ذوق جداست. بعض وقتا انسان باید شوق و ذوق خودم پورا کنه. بسیار تشکر علی خیل صاحب. سلامت باشه دیگه. انشالله در کار بارتان برکت. تشکر. خوش آمدید. تشکر از اینکه به ما و بیننده ما در مورد موتورایی که در موتور فروشی سیدزاده فروخته میشه معلومات دادیم. علی خیل صاحب پیامی اگر داشته باشی کامل چینل ما داخل است که همیشه جوانای خود تشویق کنن. انشالله ما میتونیم که بهترین ها باشیم و بهترین ها را به افغانستان وارد کنیم. از جوانای خود تشویق کنن، کامنت های منفی نتن. بله دیگه چیزی نداریم و همچنان
با دولت خود همکار باشند. سلامت باشه. تشکر. خداحافظ. خوش آمدید. بینندگان و همراهان گرامی چنل یوتیوب افغان تاک، سپاس که تا آخرین دقایق از اولین برنامه سوژه‌ای یا گزارشی ما با ما همراه بودین. تا برنامه دیگر که ما حاجی پیمان پیکار در خدمت تک تک شما قرار میگیرم. شما رو به خداوند متعال میسپارم. فراموش نکنید که چنل یوتیوب افغان تاک را لایک بکنین، سابسکرایب بکنین. همچنان به خاطر بهبودی برنامه‌های ما نظریات خود را با ما و همکارای عزیز ما شریک بسازین. الله نگهدار. وقت بر همتون خوش.